خورش رو هم ببینیم. به 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 به، عالی شده. به به، چه روغنی روی خورش رو گرفته. سلام، من مریم هستم، آشپزخونه من خوش اومدین. راستش من خیلی هوس دیزی کرده بودم، گفتم بهونه‌ای باشه که این غذا کنار هم دیگه درست کنیم. موادی که در نظر گرفتم برای 2 نفر هستش. شما میتونید 2 برابر کنید، برای اگر 4 نفر یا 7 تایی باشه اون مقدار شما خودتون حساب کنید درست کنید. حالا ببینیم که برای دیزی چه مواد رو ما نیاز داریم. برای دیزی من لوبیا رو و نخود رو از قبل گذاشتم جدا خیسوندم قشنگ از یه شب تا صبح. آبش رو هم اگر بتونید مرتب عوض کنید که خیلی عالی میشه، به خاطر اینکه نخش گرفته میشه. و اینکه حالا بعضی لوبیا قرمز هم استفاده میکنن، سلیقه‌ای هستش، من استفاده نکردم لوبیا قرمز رو. 3 قاشق پر ما رب نیاز داریم، 2 تا سیب زمینی استفاده کردم و 1 گوجه، پیاز. باز این فلفل دل بخواهی هستش، سلیقه‌ای هستش، اما طعم خیلی خوبی به خورشمون میده، خاطر همین من فلفل رو استفاده میکنم. لیمو عمانی هستش، من 3 تا استفاده کردم، این 2 تا کوچولو رو گذاشتم چون نمیخواستم دیگه زیاد باشه. ادویه‌اش هم که زردچوبه، فلفل قرمز و فلفل سیاه. فلفل سیاه رو سعی کنید زیاد استفاده نکنید چون نمیخوایم خیلی رنگ خورشمون کدر بشه. 3 حبه سیر هستش، نمک هم جدا گذاشتم به خاطر اینکه نمک اون اول اضافه نمیشه. برای گوشتی که قرار استفاده کنیم بچه اینجور که ببینی، اگه درست ببین مشخص باشه، این قلبه‌گاه گوسفند هستش، از این گوشت بیشتر استفاده میشه، خیلی طعم خوبی میده. برای بیشتر هم سعی کنید که تو گوشت گوسفندی استفاده کنید و چربی دنبه که در نظر گرفتیم این تعداد استفاده میکنیم. و اینم که باز گوشت گوسفند مغزرون گوسفنده. حالا اگر شما به قصاب بگید گوشت واسه آب گوشت رو میخواین، برای شما میگم. اما کسایی که توی ایران نیستن، ترکیه یا هر جای دیگه زندگی میکنن، من توضیح میدم که بدونن چه جور گوشتی باید بگیرن، شاید این مقدار به سختی بتونن پیدا کنن. در اصل این گوشت باید به این صورت باشه. دیزی رو معمولا با دیگای سنگی، سفالی، مسی استفاده میکنم و غذا رو باش درست میکنم. طعم خیلی خوبی به غذا میده. من به خاطر اینکه اینجا نتونستم که دیگی که مورد نظر بود و پیدا کنم، همون دیگی که همراه خودم از ایران آورده بودم رو برای این غذا قرار استفاده بکنم. حالا بریم سراغ مراحل اولیه که برای پخت غذا لازمه که ببینیم به چه صورته. برای درست کردن دیزی به روش قهوه‌خونه‌ای سنتی و قدیمی نیازه که حتما ما گوشت رو تفت بدیم. توی قهوه‌خونه‌ها قدیما همین کارا رو می‌کردن. حالا بعضیا میان بی‌حوصله و بی‌میل همه مواد رو توی دیگ می‌ریزن و یه آب می‌ریزن روش و میگن که تموم شد این دیزیه. ولی اگر این کار رو بکنید، تفت بدید، هم بوی ذوق و گوشت گرفته میشه، همین که وقتی که مواد رو توی دیگ می‌ریزیم و آب و مواد رو با هم قاطی می‌کنیم، گوشت نه له میشه نه از هم وا میره. و اینکه خب اینجوری خیلی توی طعم دیزیمون هم خیلی تاثیر داره. گوشتا رو تفت میدیم، همین که یه مقدار این قرمزی گوشت گرفته شه، پیاز رو ما بهش اضافه میکنیم. ولی خب هنوز یه مقدار اینجا داره و تفتش بدم تا من پیاز رو بهش اضافه کنم. ما میکنیم ببینید این چربیای خود گوشت رو که داریم استفاده میکنیم بدون اضافه کردن میتونه روغنی خیلی توی لذیذتر کردن گوشتمون تاثیر داره و طعم فوق‌العاده خاصی به خودش میده. حالا تو این مرحله ما پیازا رو من به 4 قسمت تقسیم کردم و به تیکه‌هایی که میبینید تقسیم کردم و قاطی گوشت میکنم و دوباره تفت میدم. این پیاز و گوشت رو یه مقدار که با هم تفت دادیم و کوچولو که این پیازا یه مقدار نرم‌تر شدش، من ادویه رو بهشون اضافه میکنم و همچنان به تفت دادن ادامه میدم. گوشت
گوشت رو هنوز ما داریم گوشت رو تفت میدیم. حالا وقت این رسیده که ادویه رو که زردچوبه، فلفل قرمز و فلفل سیاه هستش رو به گوشت اضافه کنیم. بچه من نمک رو اضافه نمی کنم به خاطر اینکه تاثیر داره توی پخت گوشت و نمک رو 1 ساعت که از پخت گذشت اون موقع نمک رو اضافه کنیم. حالا مواد رو تفت میدیم و امیدوارم که وقتی این غذا رو شما امتحان کردید متوجه شید که این کار چقدر تاثیر داره توی خوشمزگی آبگوشتمون. یه مقدار که تفتش دادیم و اینا هم با هم میکس شدن رو بهش اضافه میکنیم. گوشتا رو بذارید همینجور رو حرارت ملایم با چربی که خودشون دارن آروم آروم هم تفتش میدیم. نیاز نیست که حتما شعله گاز رو زیاد کنید، همینجور ملایم بذارید و حالا وقت این رسیده که رب رو بهش اضافه کنیم. سعی کنید از ربی که کیفیت بالا داره استفاده کنید، قرمز باشه، خوش رنگ و لعاب باشه. ولی خب در هر صورت من رب هر چقدر کیفیتش بالا باشه با این حال باز من تفت میدم. ربایی که توی ترکیه هستش خیلی کیفیت خوبی داره، رنگ خیلی خوبی داره، همونجور که میبینید ببینید خیلی خوش رنگ قرمزه. ولی خب باز من این رو تفت میدم، هم توی طعم رب تاثیر داره، هم که رنگش رو باز خیلی خوش رنگ تر میکنه. برای رب گفتم 3 قاشق استفاده کردم. همه رو با هم تفت میدیم که به خورد کل مواد بره این رو تا جایی که نیاز هست تفت بدید. یعنی به اصطلاح میگن سوخته بشه ولی نباید سوخته شه، مواظب باشید. ولی خب تا جایی که خودتون حس میکنید نیازه رو باید تفت بدید. همون حالت خامیش گرفته میشه، همون که خوش رنگ تر میشه، خودتون متوجه میشید که تا کجا کافیه که تفت دادن رو ادامه بدید. همونطور که میبینید گوشت و رب رو کامل با هم تفت دادیم. یکی از حالا خیلی میگن که چرا ما دیزی درست میکنیم رنگ خوبی نداره، اونقدر که بیرون دیزیای بیرون رو ما میگیریم قرمز اینجا برای ما این شکلی نمیشه. دلیلش همینه، به خاطر اینکه رب رو باید تفت بدید. حتی اگر رب هم بگیرید و یهو توی مواد بریزید اون رنگی که میخواید رو نمیده. باید رب رو حتما تفت بدید و بعد با مواد قاطی میکنه توی دیگ. این میشه که دیزی ما خوش رنگ میشه. یعنی یکی از رازهای خوش رنگ شدن آبگوشت ما همینه. حالا این مواد رو ما میریزیم توی دیگمون. مواد رو که توی دیگ میریزیم، یه نکته من در مورد این دیگا بگم اینه که اینا رو یهو نباید بذارید روی شعله زیاد. مواد رو بریزید، آب رو از قبل جوش کنید، قاطی مواد بکنید، بعد بذارید روی گاز. و اینکه اول باید شعله گاز کم باشه، بعد یه مقدار حالا که کل دمای اینو فرا گرفتونه یه مقدار آروم آروم شعله‌ش رو زیاد کنید. اگه یهو بذارید روی شعله گاز ممکنه حتی بتره که بشکنه، ترک برداره. این دیزیا حالا این باید این دستور رو حتما رعایت کنید. آبی که از قبل گرم کردم و میریزم روی تا این بالا که بیاد. یه مقدارم حالا بعد جا بذارید چون قرار سیب زمینی و نخود و این چیزا رو بهش اضافه کنیم. حالا همینو من میذارم روی گاز، میذارم یه چند غلکه بخوره، بعد بهش نخود و لوبیا رو اضافه میکنم. خب الان من شعله رو
کم میکنم. حالا شعله رو میزنم روی 3 واسش کافیه. شما اونایی هم اجاقایی که برقی نیستن کمترین میزان شعله رو در نظر بگیرید. اینا بزنید همینجور آروم 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 تا اینکه یه چند قلکه بخوره. اون وقت این رسیده که نخود و لوبیا رو ما به این اضافه کنیم. نخود و لوبیا رو مواد اضافه میکنیم. حالا مراحل بعدش دوباره من به شما میگم. دیزی ما الان در حال قل زدن، همینجور که میبینید الان کم کم وقت این رسیده نخود و لوبیا رو ما بهش اضافه کنیم. یه مقدار کف میبینید روی اینجا، ببینید اینو من با قاشق میگیرم و بعد از اون دیگه بهش نخود و لوبیا رو اضافه میکنم. ببینید الان تا جایی که ممکن بود من کفش رو گرفتم. این توی طعم خورش خیلی تاثیر داره، شما حتما این کار رو انجام بدید. بعد از اینکه کفش رو گرفتیم الان توی مرحله رسیده که ما باید نخود و لوبیا رو بهش اضافه کنیم. فقط این یه مقدار پر شده، آروم نخود و لوبیا رو ما اضافه میکنیم. سه حبه سیرگرم که گفتم الان اینجا به غذا اضافه میکنیم. دیگه در دیگو میذاریم که آروم رو شعله کم همینجور آروم آروم بپزه. نیم ساعت 20 دقیقه نیم ساعت اینجورا که بگذره، یعنی احساس کردیم غذا داره آماده میشه، ما باید تو مرحله سیب زمینی رو بهش اضافه کنیم. معمولا سیب زمینی رو نیم ساعت مونده به آماده شدن غذا اضافه میکنیم و بعد از اون 10 دقیقه اینجورا هم که به غذا مونده گوجه رو ما اضافه میکنیم و حالا تو مراحل به شما میگم که باید چیکار کنیم. الان ما در دیگو میذاریم و میذاریم شعله همینجور آروم آروم بپزه. شعله‌اش هم یه مقدار من کم میکنم، میذاریم که همینجور بپزه. حالا مراحل بعدی که بشه باز من دوباره ضبط میکنم و به شما میگم که باید چیکار کنیم. الان 1 ساعت از پخت غذای ما گذشته و به مرحله رسیده که ما باید نمک رو بهش اضافه کنیم. به به چه روغنی روی خورش رو گرفته. هنوز باید صبر کنیم تا تقریبا به آخرای پخت که رسید. سیب زمینی ها رو اضافه میکنیم. سیب زمینی ها رو من به 2 نیم تقسیم کردم از وسط. ببینید پوستش رو هم نمیگیرم سیب زمینی رو. حالا بعضی پوست سیب زمینی رو میگیرم، من با پوست استفاده میکنم. گوجه رو هم باز 2 قسمت کردم. باز پوست گوجه رو من نگرفتم. بعضی پوست گوجه رو میگیرم، من نگرفتم. همزمان با سیب زمینی که اضافه میکنم لیمو عمانی رو هم به آبگوش اضافه میکنم. فلفل رو هم همون موقع من توی آبگوش میریزم. الان 2 ساعت و نیم از غذا گذشته، اومدیم سر بزنیم رو غذا تو چه وضعیتیه. به به الان وقت اون رسیده که بهش سیب زمینی ها رو اضافه. توضیح هم دادم بهتون برای سیب زمینی ها، گفتم که سیب زمینی ها رو من 2 قسمت کردم. این از این. فلفل رو هم تو همین مرحله ما اضافه میکنیم، چون الان گفتم که زمانی سیب زمینی ها رو اضافه میکنیم که نیم ساعت آخر باشه. الان غذای ما تقریبا آماده است، فقط نیم ساعت مونده که به پخت برسه. لیمو عمونیه ها رو هم اضافه میکنیم. یه نکته در مورد لیمو عمونیه رو حتما با چنگال چند طرفش رو اینجوری سوراخ کنید، بذارید توی آب ولرم نیم ساعت الی 45 دقیقه بذارید بمونه و بعد آبش رو
بریزید، چون این کار اگر شما بکنید باعث میشه تلخی لیمو عمانی رو بگیره و به غذا انتقال نده اون تلخی رو. خب الان ما توی این مرحله سیب زمینی رو اضافه کردیم، فلفل و لیمو عمانی رو اضافه کردیم. 10 دقیقه مونده به این که غذا بخواد آماده شه ما گوجه رو اضافه میکنیم و تو اون مرحله چربیایی که توی غذا ریختیم و در میاریم، اونا رو یکم له میکنیم و دوباره برمیگردونیم توی غذا. خب ببینید الان 5 دقیقه دیگه وقت این میرسه که گوجه رو به غذا اضافه کنیم. به به چه رنگی داره، به به، نمیدونید چه عطر داره، چه رنگ و لعابی داره، خیلی عالی شده. من چربیا رو در میارم. حالا باید چربیا رو له کنیم، ولی من این کار با گوشت‌کوب انجام نمیدم. حالا به شما نشون میدم که چجوری چربیا رو له میکنم. ولی خب چربیا رو من جدا کردم. تو این مرحله گوجه رو اضافه میکنیم. اون یک عدد گوجه رو که به 2 قسمت تقسیم کردیم رو هم ما به غذا اضافه میکنیم. حالا بریم سراغ چربیا. چربیا رو حالا من به شما نشون میدم که باید چیکار کنیم. ببینید اصلا نیاز نیستش که چربیا رو له کنیم. همینجوری چربیا رو به همین صورت که من دارم انجام میدم شما هم همین کار میتونید له کنید، ولی خب این خیلی بهتر هستش. نیاز نیست که کوبیده شه و حتما له شه. تو همین حالت شما چربیا رو میکوبید. خب ببینید خورش رو هم ببینیم. به 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 به، عالی شده. خب همونطور که نشون دادم از نمای نزدیک چربیا رو اونجوری ما له کنیم. حالا به غذا اضافه میکنیم. چربیا رو برمیگردونیم به غذا. غذای ما تا 10 دقیقه دیگه آماده است. این غذا تا کمتر از 5 دقیقه دیگه آماده است. حالا قهوه خونه ها، جاهای قدیمی سنتی که دیزی سنگی رو به روش سنتی درست میکنن یا میکردن، وقتی غذا آماده است زیر گاز رو خاموش میکنن، یه مقدار پودر دارچین رو به غذا اضافه میکنن. حالا بعضیا میان چیکار میکنن؟ همون ابتدا که دارن مواد رو اضافه میکنن یه چوب دارچین هم میندازن توی غذا. دارچین رو بعضیا طعمش رو میپسندن، بعضیا نمیپسندن. اگر شما چوب دارچین رو اضافه کنید خب طعمش بیش از حدی که باید توی غذا حس میشه و ممکنه به ذائقه بعضیا خوش نیاد. اما اگر آخر غذا یه مقدار در حدی که حالا خیلی کم شما از دارچین استفاده کنید، طعمش اونقدر نیستش که هر کسی متوجه شه، اما طعم فوق‌العاده و خاصی رو به غذا میده. حتما شما این روش رو امتحان کنید. برای سرو دیزی سنگی هم که پیاز میشه استفاده کنید، ترشی میشه استفاده کنید، سبزی میشه استفاده کنید، فلفل میشه استفاده کنید. حالا من آماده میکنم همه اینا رو به شما نشون میدم، اما این غذا رو حتما با این روشی که من به شما دادم، به روش سنتی، حتما شما درست کنید و علل خصوص این که گوشت رو هم مثل من حتما تفت بدید. یهو مواد رو همه رو نریزید توی دیگ. غذا رو من اعتقاد دارم باید با عشق درست شه. شما هر چقدر هم که مجهز باشید، همه مواد غذا رو تمام و کمال داشته باشید و بخواید استفاده کنید، تا زمانی که غذا رو با عشق درست نکنید اون طعمی که باید بگیره رو نمیگیره. یعنی اونایی که آشپز هستن میدونن آشپزی که غذا رو با عشق درست میکنه، عشق توی غذاش میره، یه طعم خاص دیگه ای داره، تا کسی که همینجور بخواد انگار فقط بخواد یه عملی رو انجام بده، یه غذایی رو میخواد آماده کنه، واقعا تاثیر داره.
فرق این دوتا رو اون کسایی که با عشق درست میکنن به خوبی متوجه میشن. دیزی ما آماده است. من در کنارش سبزی و دوغ استفاده کردم. بریم ببینیم غذا چجوری شده. به 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 به. چقدر خوش‌عطر شده. شما در کنار این غذا حتما از دوغ آبلی استفاده کنی. حالا اینجا توی ترکیه چون که دوغ آبلی نبود، من دوغ معمولی گرفتم، توش پونه و نمک ریختم که یه ذره طعمش به دوغای ایران نزدیک بشه. حتما باید به دوستای خودتون معرفی کنین. اگر این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین، سابسکرایب کنین که حتما برای ویدیو بعدی به شما اطلاع بده. این ویدیو رو با دوستاتون شیر کنین. خوشحال میشم که اگر پیشنهاد یا انتقاداتی داشته باشین برای ما بنویسید. من همه پیام‌های شما رو میخونم. خیلی دوستتون دارم. برای غذای بعدی میتونید شما پیشنهاد بدید. با سلیقه شما هر غذایی دوست داشته باشیم و میتونیم درست کنیم.